شبکه‌های اجتماعی روسیه را صبح 25 میلیون نوار بازداشت غافلگیرانه دو منصبدار بلندپایه از جانب افسران نقابپوش تکان داد. تلگرام کانال مشک آن را مربوط به مقامات انتظامی روسیه مینامند نوشت که این دو مقام بلندپایه پلیس ولایت کالوگا هستند و آنها را با ثبت نام غیرقانونی 50,000 مهاجر کاری ایبدار می‌کنند. منبع نوشته است بازداشت شده ها سرگئی گریگورف معاون رئیس شعبه پلیس ناحیه ژوکوفسکی در ولایت کالوگا و یوگنی سالوپوف رئیس اداره تفتیشات جنایی میباشند. باور می رود در 2 سال گذشته گریگورف و سالاپوف از کارگران خارجی پول گرفته و به آنها در سپردن امتحان زبان روسی، گرفتن پتنت و ثبت جای اقامت غیر قانونی کمک می کردند. بر اساس این سندها مهاجران کاری رسما حق زندگی و کار در روسیه را به دست می آوردند. گریگورف و سالاپوف را به قصد به دست آوردن پول از مهاجران غیر قانونی گناهکار می کنند. تلگرام کانال مش نوشته است که در برابر به جوابگری جنایی کشیدن گمانبران پلیس از پی پیدا کردن و سنجش سندها و جزا دادن 50,000 مهاجر می شود که از خدمات این دو مقام پلیس استفاده بردند. جزئیات دیگری نشر نشده است ولی در گذشته تحقیقات پلیس در روسیه و سازمان‌های حامی حقوق مهاجران نشان داده است که ثبت نام غیرقانونی مهاجران کاری در روسیه بدون شرکت ماموران پلیس یا کارمندان اداره‌های دولتی امکان ندارد. اسم مقامات ولایت کالوگا در رابطه با موضوع مهاجرت دوام 1-2 سال گذشته بسیار زیاد یاد شده است. از جمله رئیس ولایت ولادیسلاو شپشا با تشبس‌های محدود کننده حضور مهاجران خیلی معروف شده است. از جمله سال 2022 این ولایت از برنامه پرسیلین خارج شد. شپشا آن را چون یک شکافی برای مهاجران برای راه یافتن به روسیه نامیده و انتقاد کرده گفته است که قطع برنامه مهاجران را در ولایت کالوگا 3-4 برابر کم کرد. او که ندانستن زبان روسی از جانب مهاجران کاری را تنقید میکرد، یک تشبسکاری به مکتب‌ها قبول نشدن فرزندان مهاجران و جاری کردن امتحان زبان برای آنها می باشد. این تشبس را سپس دومه دولتی به قانون تبدیل داد.